تصور کن یه روزی برسه که دشمنات توی بازی فقط یه سری کد خشک و حوصله سربر نباشن، بلکه بتونن مثل یه آدم واقعی تصمیم بگیرن و حمله کنن. سلام بچه‌ها، خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم سراغ اینکه وقتی هوش مصنوعی وارد دنیای بازی‌ها بشه چه اتفاقی میفته و آینده بازی‌ها چطوری میشه. خب ببین، الان بیشتر دشمنای بازی‌ها فقط یه الگوریتم ثابت دارن. مثلا تو بری جلو حمله کنی، اونا فقط تیر بندازن یا فرار کنن و در کل تهش لت و پار بشن. یعنی دشمنات خیلی ضعیف میتونن باشن. اما وقتی هوش مصنوعی وارد میشه همه چی تغییر میکنه. دیگه دشمنات از اشتباهات تو درس میگیرن، علیهت ضد حمله میزنن و هر بار یه استراتژی جدید میچینن. اما تصور کن خودت وسط یه بازی باشی که هوش مصنوعی نه فقط دشمنته بلکه دوستت هم میتونه باشه و توی بازی NPC هایی هست که مثل دوست واقعی میفهمه که کی بهت کمک کنه یا حتی چه فرصت های تو بازی برات بسازه. تازه این فقط شروعشه. هوش مصنوعی میتونه توی بازی های آینده حتی داستان رو بر اساس تصمیم های تو تغییر بده. انگاری که هر بار یه بازی جدیدی داری، نه یه بازی ثابت و قدیمی و خوش. حالا سوال اصلی، دوست داری توی بازیات با یه دشمن واقعی طرف باشی یا ترجیح میدی دشمنات ساده و قابل پیش بینی و ضعیف باشن؟ حتما توی کامنت ها بگو. اگه دوست داری یه ویدیو مفصل درباره بهترین بازی های هوش مصنوعی محور برات بسازم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره و کانال ما رو حتما دنبال کن.